سلام. اپ زدن دستگاه 7210 کابل حتما OTG باشه. خودش رو وصل کردید، دستگاه روشن میکنید. تو این مرحله دکمه منو رو چند بار میزنید. دانلودینگ، یه گزینه پایین میاد آفلاین آپدیت. اینجا اپ رو بهتون گفته، اپ رو میزنید. اینجا که اپ رو گرفته بک انجام میدید. بک گزینه ECA 7210 رو روش انتخاب میکنید. اپ رو گرفته، دستگاه از شما رمز میخواد که از سامانه دریافت میکنید. ممنون.